سلام، من بهرامی هستم و در این ویدیو میخواستم برای شما نشان بدم که اندازه زمین در مقایسه با خورشید چقدر است. قطر دایره زمین بر روی خط استوا 12756 کیلومتر و 32 متر است و یا 7926 مایل و 41 متر است. و قطر دایره خورشید 1,391,980 کیلومتر است و یا 864936 مایل است. و این بدان معنی است که 1,300,000 زمین را می شود در درون خورشید جای داد. وقتتان خوش باشد.